السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به کل تماشابینان محترم، دوستان عزیز و گرامی قدرم، انشاءالله امروز برایتون یک قصه بسیار هم دردناک را خواهیم گفت. با دقت گوش کنید. میگه وقتی که خبر موت شوهر ام سلیم به ابو طلحه رسید، ابو طلحه بسیار خوشحال و خرسند شد. برای چی؟ برای اینکه ام سلیم بسیار یک زن زیبا و خوشرو بود و ابو طلحه یک مرد بای و ثروتمند، تنگه و نقره و طلای زیاده داشت و باوری یقین داشت که یعنی ام سلیم بسیار یک زن زیبا و خوشرو، زن مسلمان بود. و ابو طلحه بسیار باوری داشت که من تنگه و نقره زیاده دارم و ام سلیم یعنی نکاح مرا رد نمی کند. وقتی که ابو طلحه به خانواده ام سلیم می رود، ام سلیم می گوید چرا آمده ای؟ ابو طلحه می گوید من برای تو را به نکاح خود در آوردن آمدم و باوری دارم که تو به این سخن من یعنی سخن من را رد نمی کنی تو، زیرا این که من نقره و طلای زیاده دارم. ام سلیم در جواب گفت من به این طلا و نقره تو حاجت ندارم، کار ندارم. نکاح یک زن مسلمان به یک مرد کافر ممکن است قبول نمی شود. در آن وقت ابو طلحه یعنی مسلمان نبود، کافر بود. ام سلیم به ابو طلحه گفت تو مسلمان شو، من راضی می شوم. ابو طلحه دید که با این نقره و طلایش یگان کار کرده نمی تواند. فایده به او نآورد این طلا و نقرهش، چاره نداشت. گفت میلش، من اسلام می آرم. به دست کی اسلام آرم؟ ام سلیم گفت به دست خود من اسلام بیار، بگو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو طلحه مسلمان شد. با ام سلیم مدت زیاد زندگی کردند، خانه‌داری کردند و یک پسری دوست رو یک به دنیا آمد. یعنی از ام سلیم و ابو طلحه یک پسری دوست رو یک به دنیا آمد، نامش ابو عمیر. در کتاب ها میگوید حتی حبیب خدا صلی الله علیه و سلم با ابو عمیر بازی کرده است و میگویند که وقتی که ابو عمیر وفات میکند، مادرش ام سلیم ابو عمیر را شسته کفن کرده به خانه دیگر میگذارد. همون روز ابو طلحه یعنی شوهری ام سلیم روزدار بودند و بگاه ام سلیم دسترخوان را در خانه چیزی که بود در روی دسترخوان آراسته کرده، بسیار ناز و نعمت میکند دسترخوان را و ابو طلحه به خانه بر میگردد و ام سلیم میگوید کنی فرزندمون ابو عمیر؟ ام سلیم میگوید فرزندمون کمی بیتاب یعنی بیمار شده است، شاید که الحال خوب شده باشد، بگیر یگان چیز بگیر بخور، زیرا اینکه تو روزدار بودی. آن شب یعنی میخورند، به یک روز خوشحالی میگذرد. شب میشود، باز خانه‌داری میکنند، یعنی ام سلیم با ابو طلحه خانه‌داری میکنند. قسم سحر میشود، ام سلیم به ابو طلحه میگوید اگر یک نفری به تو یگان چیز امانتی بدهد، اگر صاحبش یعنی صاحب همان امانتی آمده آن امانتی را بگیرد یعنی همان چیز را بگیرد، آیا دادن همان ضرور است یا نه؟ ابو طلحه میگوید البته که این حق ما نیست، حق همان نفر است. ام سلیم میگوید این طور که باشد پسرک ما و تو یعنی ابو عمیر از دنیا گذشته است، دین گذشت از دنیا. یعنی ابو طلحه در حیرت می افتد. میگوید ام سلیم چرا این خبر را به من بر وقت‌تر نگفتی؟ یعنی دین نگفتی به من. ام سلیم گفت آخر تو روزدار بودی، وقتی که به خانه آمدی خواستم که تو این خبر مصیبت را نشنوی، زیرا این که تو بسیار غمگین می شدی، چیزی نمی خوردی، بسیار هم درد می کشیدی، برای همین نخواستم که تو را غمگین کنم. ابو طلحه بسیار در حیرت افتاده بود
وقتی که این خبر رو با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رسوندن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دو دستان رو برداشته دعا کردن، گفت خدایا، یعنی همون روزی که ابو طلحه با ام سلیم خانه‌داری کرده بودن، یک روزی پر برکت، یک روزی پر فیض بگردون به اینها. وقتی که بعد، یعنی صحابه‌ای که بعدی حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بودن، میگویند یک روز ابو طلحه را بدیدن، میگوید که از همون ام سلیم 10 فرزند به دنیا آمد که همشون حافظ کل قرآن بودن، یعنی قرآن خوان بودن. سبحان الله. زیرا اینکه ام سلیم بسیار یک زنی مسلمان حقیقی بود، در خدمت شوهر خود بود. برای همین اپاها و خواهرها شوهران خیش را حرمت و احترام کنید.